سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام نگاهی داشته باشیم به سایت جدید لانا کازینو. خب همطور که میبینیم ما تو صفحه اصلی و اول سایت هستیم که داره بخش مختلفی که اونا رو بهتون آموزش میده. قسمت ثبت نام و ورود که حالا در ادامه بهتون معرفی میکنیم. قسمت شرط بندی ورزشی و بازی های کازینویی و منوی که در سمت راست قرار داره. خب اینجا حتی دکمه ورود و ثبت نام قرار داره که میتونید روی اینا کلیک کنین و ورود یا ثبت نام خودتون رو انجام بدین. میام پایینتر اینجا قسمت کازینو زنده است که روش کلیک کنین به صفحه مرتبط هدایت میشین. شرط بندی ورزشی، بخش زیر مجموعه گیری و همین ستا. خب این قسمت بازی های کازینویی که اینجا دسته‌بندی خاص خودشو داره. روش کلیک کنی بازی های هر دسته‌بندی براتون میاد. بازی مرتبط با انفجار، کازینو، اسلات، بازی های میز، بلک جک، بازی پرطرفدار، بازی های ورزشی و حتی یک فیلد جستجو داره که جستجوی خودتون رو میتونید انجام بدید. الان رفت تو بخش ورزشی. من دوباره برگردم به صفحه اصلی. خب یکم زمان میبره تا لود بشه. خب لطفا میام پایین تر. اینجا قسمت مرتبط با تورنمنت هاست که تورنمنت های روزانه، هفتگی و ماهانه رو حالا اطلاعاتشو برای شما آورده. تورنمنت انفجار، مسابقه شرط بندی. میام پایین تر. اینجا مهمترین رویدادها رو براتون آورده. مهمترین رویدادهای ورزشی که حالا باز دستبندی خاص خودشو داره. تنیس، هاکی، والیبال، هندبال و همینطور بازی های دیگه. خب میام پایین تر. یک جدول که حالا شرط ها رو برای شما اطلاعاتش آورده. خب این پایین پشتیبانی، سوالات متداول، مرکز راهنمایی که خب راهنمایی های لازم برای شما ارائه داده که البته الان اختلال داره سایت. سوالات متداول، اینجا یه سری سوال آورده، جوابش هم داده که حالا اگه سوال شما بین اینا بود سوال شما رفع بشه. میام پایین تر قسمت بازی ها، پیشنهادها که بازی پیشنهادی برای شما آورده. قسمت VIP، تبلیغات، معرفی کسب و کار. اینجا هم بازی ها رو برای شما آورده، یه چیز خاصی نداره. خب معرفی کسب و کار. اینجا گفتم مثلا میتونید دوستان خودتون رو به سایت دعوت کنین و حالا جایزه و فرصت بگیرن. درباره ما اصول امن قمار راستی آزمایی. لود بشه اینکه چی. خب قسمت حقوقی ببینیم چیا داره. تا موقع برگردیم بالا. اینجا هنوز صفحاتش به صورت کامل درست نشد. خب این از این بخش. در ادامه میخوام بریم به قسمت بازی ورزشی و کازینویی تا نگاهی داشته باشیم به اونا. سمت راست اگه دقت کنین یک منوی کوچیک وجود داره و با دو تا گزینه که اینا دقیقا همینجا آورده شده، هیچ فرقی نداره. قسمت خانه که صفحه اصلیه، قسمت کازینو رو میزنیم. اینجا دسته‌بندی های خاص خودشو داره. این کل بازی ها رو میاره، این بازی اختصاصی رو میاره، این بازی های مرتبط با انفجار رو میاره، بازی های اسلات، کازینوی زنده، بازی های نمایشی، بازی های میزی، بلک جک و رولت. حالا همه رو باز کردم. حدوداً 700 تا بازی وجود داره توی این سایت که حالا میتونید هر کدوم رو با توجه به سلیقه خودتون انتخاب کنین و بازی کنه که به اصطلاح دیگه کل بازی سایت و کل دسته‌بندی رو شامل میشه.
اینجا هم یه سری فیلتر داره که میتونین حالا جدیدتر یا مقبول‌ترین رو با توجه به سلیقه خودتون بازی کنین. قسمت خب دسته‌بندی های مرتبط با بازی انفجار، اینم قسمت کازینوی زنده. اگه دیدین اینجا برای شما نوشته در منطقه شما در دسترس نیست، کافی آی پی فیلتر شکن رو عوض کنید تا براتون درست بشه، هیچ جای نگرانی نداره. خب میام قسمت ورزشی، شرط بندی ورزشی. اینو کم زمان بره تا باز بشه، بقیه تبارم وا کنم. خب قسمت ورزشی، اینجا برگه شرط بندیه، شرط های من که هیچ شرطی و فلان ثبت نکردیم. خب اینجا رو فوتبال که بزنین یه سری گزینه داره براتون میاد، همینطور روی تنیس، بسکتبال، هاکی، تنیس روی میز، والیبال و همچنین ورزش الکترونیک که روش کلیک کنین یه سری دسته‌بندی براتون میاد. من همه رو براتون باز کنم تا ببینین. خب اینجا هم یه سری دسته‌بندی وجود داره که حالا مثلا میتونین هر کدوم میخواین انتخاب کنین. من رو زنده کلیک میکنم، بازی زنده برام بیاد. خب این از این دیگه تنظیمات که میتونین حالا زبان سایت رو انتخاب کنن، یه سری تنظیمات جزئی داره. خب اینم که بخش منوشو بهتون گفتیم. برگردم تو صفحه اصلی. این سایت دو زبان است. اگه گزینه‌شو بالایی اینجا میتونین روی این کلیک کنین تا زبان سایت انگلیسی بشه. الان زبان سایت به صورت کامل انگلیسی شد، حتی این منوش من سمت چپ. خب ما دوباره برمیگردونیم به زبان فارسی. این قسمت تورنمنت ها که باز کردم براتون. اینجا تورنمنت های روزانه، هفتگی، ماهانه براتون میاد. اینجا هم که تورنمنت انفجاره و مسابقات شرط بندی که براتون اطلاعاتش به صورت کامل میاد. خب سایت دوباره فارسی شد. این همین نمای کلی از سایت. برای ثبت نام یا ورود به اکانت کاربریتون میتونید از این گزینه استفاده کنید. برای ثبت نام روی این گزینه کلیک کنید تا این صفحه براتون بیاد. اینجا آدرس ایمیل، رمز عبور و دوباره پسورد رو وارد میکنید و روی این گزینه کلیک میکنید و روی ثبت نام کلیک میکنید تا ثبت نام برای شما انجام بشه. به همین راحتی. برای ورود هم که ایمیل خودتون رو وارد میکنید، با رمز عبورتون روی گزینه ورود میزنین تا وارد اکانت کاربرتون میشین. اگر هم که رمز عبورتون رو فراموش کردین، روی این کلیک میکنید و ایمیلتون رو وارد میکنید تا رمز عبور براتون دوباره ارسال بشه. به همین راحتی این کلیات و تمام مسائل مرتبط با سایت لانا کازینو بود. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه.